موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. دوباره آتش جنگ توی نوار غزه بالا گرفته بعد از شاید آتش زیر خاکستری که یه مدتی باقی مونده بود، ولی دنیا داره این رو یک جوری نشون میده که انگار حماس آغازگر جنگ بوده، انگار فلسطینی های غزه، مردمان غزه یک مشت تروریستی بودن که شروع کردن یک حمله ای رو تجاوز کردن به خاک اسرائیل. همین چند روز پیش پادکست دیلی نیویورک تایمز از کلمه اینویژن استفاده میکرد و این واقعا شرم‌آوره. مسئله فلسطین مسئله بسیار پیچیده‌تر و بسیار عمیق‌تر از یک حمله در یک روز به خاک اسرائیل یا حمله اسرائیل به مواضع حماس که البته به قول خودشون اینطوره، ولی حمله اسرائیل به خاک غزه و کشتن مردان و زنان و بچه ها و همه چیزی که غزه داره است. در مورد تاریخ به وجود آمدن اسرائیل و وجود فلسطین در اون منطقه و اینا، حداقل بین اکثر فلسطینی‌ها و بین اکثر انسان‌هایی که تاریخ رو بدون غرض ورزی میخونن یا به شواهد تاریخی اهمیت میدن اختلافی وجود نداره. در یک سالی یک سری از مردمی که جایی نبودن اومدن شروع کردن با قتل و کشتار و جنایات جنگی و نسل کشی یک سری انسان رو با همه ابزارهایی که دستشون بود اون موقع و با کمک قدرت‌های خارجی مثل بریتانیا در اون موقع مردمی رو از یک خاکی بیرون کردن و این جنگ و جنایت و کشتارها رو و مذاکره و کشتار بعد از اون و جنگ و این بازی موش و گربه رو تا همین امروز ادامه دادن که شاید الان برای تقریبا اکثر مردم دنیا و اکثر کشورهای غربی و هر کسی که به هر حال در این جهان داره با یک منطق واقع گرایانه داره زندگی میکنه، اسرائیل شده یک واقعیتی که دیگه وجودش رو کسی نمیتونه انکار کنه و این چیزیه که خود اسرائیل نمیخواد تبلیغ کنه. چرا؟ چون یکی از دلایلی که اسرائیل برای ادامه وحشیگری‌هاش و ادامه آپارتاید استفاده میکنه اینه که ما همیشه در خطریم، ما عرب‌ها میخوان ما رو به دریا بریزن، یا با همین پروپاگاندایی که در دنیا به وجود میاره میخواد دفاع از خودش رو یه جورایی عقلانی و مثلا یک جورایی توجیه کنه، در صورتی که دستاویز اسرائیل به این موضوع که ما رو قبول نکردن، وجود ما رو قبول نکردن، ما رو به رسمیت نمیشناسن، یه چیز واهیه. در عمل همه کشورهای دنیا، حتی اعراب اطراف کشورهای عرب اطراف اسرائیل، هم اسرائیل رو در عمل و رسمیت شناختن و وجودش رو انکار نمی کنن، گویین که باش مذاکره می کنن، گویین که باش مراوده دارن و سعی می کنن. الان مثلا همین الان عربستان با میانجیگری آمریکا برای عادی سازی روابط داره با اسرائیل مذاکره میکنه. حتی ایرانی که در ظاهر هیچ وقت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته، جمهوری اسلامی البته، اینا هم با معاملاتی که در طی جنگ با عراق با اسرائیل داشتن برای خرید اسلحه تو ماجرای ایران کنترا، یک جور وجود اسرائیل رو به رسمیت شناختن. حتی مردمی که توی سرزمین‌های فلسطین، چه اون سرزمین‌هایی که در کنترل یک دولت حد اقلی از مردم فلسطین هست، چه در سرزمین هایی که دولت اسرائیل کنترل میکنه، مردم عرب، مردمی که متعلق به اون خاک بودن جدن در جد، هم وجود اسرائیل رو پذیرفتن. خیلی هاشون در
انتخاباتش شرکت میکنن، خیلی هاشون دارن توی اون خاک با اون قوانین زندگی میکنن، حتی اگر ته دلشون هم اسرائیل رو به رسمیت نشناسن ولی در عمل دارن همین کار رو میکنن، در عمل دارن به قانونی که بهشون تحمیل شده، به اون شرایطی که بهشون تحمیل شده دارن باهاش زندگی میکنن و این ترس و وحشتی که اسرائیل داره همش ازش فرار میکنه یا داد میزنه و خودش رو یک جورایی مظلوم میخواد نشون بده، این وجود خارجی نداره. در واقع چیزی که باید به رسمیت شناخته بشه برای حل شدن مسئله اسرائیل وجود فلسطینه، وجود کشور فلسطین، وجود مردمی که در اونجا به دنیا آمدن، پدرشون به دنیا آمده، پدر بزرگشون به دنیا آمده، زندگی کردن و بزرگ شدن، مردمی که از زمانی از اونجا رونده شدن، مردمی که پدر و مادرهاشون، پدر بزرگ و مادر بزرگهاشون از اونجا رونده شدن و اینا جای دیگه‌ای به دنیا آمدن. وجود این انسان‌ها باید به رسمیت شناخته بشه، وجود کشوری به نام فلسطین باید به رسمیت شناخته بشه و مسئله فلسطین تا زمانی که این وجود به رسمیت شناخته نشه هیچ وقت حل نخواهد شد. دولت اسرائیل یک دولت آپارتایده. این هم بر همه انسان‌های روی این کره زمین شاید واضح باشه. قسمت زیادی از انسان‌های پیشرو یا انسان‌های آزادیخواه این رو کاملا قبول دارن و اذعان میکنن و اگر کسان دیگه این رو به این وضوح قبول نمیکنن فقط دارن خودشون رو گول میزنن. دولت اسرائیل تمام ویژگی‌های یک دولت آپارتاید رو داره، همون جور که نزدیک به 2000 نفر از محققین، دانشمندان و انسان‌های سرشناس یهودی دنیا بیانیه رو سالها قبل امضا کردن و اذعان کردن که دولت اسرائیل یک دولت آپارتایده. دولت آپارتاید هم خیلی واضحه توی اسرائیل همین الان. عرب‌هایی که پاسپورت یا مدارک شناسایی اسرائیلی ندارن که هیچ حقی ندارن، مسلمان‌های عربی که پاسپورت اسرائیلی رو دارن و اونجا زندگی میکنن شهروند درجه 2 و تمامی یهودیانی که اونجا هستن و پاسپورت اسرائیلی رو دارن از حقوق یک انسان مثلا خیلی معمولی توی کشورهای غربی برخوردارن، یه همچین حقوقی منظورم برخوردارن. و این رده های حقوقی که برابری رو کاملا انکار میکنه دقیقاً ما رو یادمون میندازه که دولت آفریقای جنوبی هم دقیقاً همینطور بود. سفید پوستان حقوقی رو داشتن و از همه حقوق دموکراتیک در قالب اون زمان برخوردار بودن، ولی سیاه‌پوستان از هر حقی در دولت آپارتاید آفریقای جنوبی محروم بودن. این دولت اسرائیل هم دقیقاً داره همین کار رو انجام میده. من گفتم که با همه دردی که وجود داره برای مردم آزادیخواه دنیا و تمامی فلسطینیانی که اونجا سالها وحشیانه قتل عام شدن و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، همه اینها موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناختن در عمل. حتی سازمان آزادی بخش فلسطین و حتی همین حماس با اسرائیل گفتگو میکنه. دورانی که حالا قبل از اینکه این پاتک جدید حماس اتفاق بیفته، تمام برق و گاز و آب و منابع غذایی و ورود و خروج مواد و کالا به غزه توسط اسرائیل داره کنترل میشه و اینها همچنان هر روز دارن با دولتی که اونجا وجود داره گفتگو میکنن. بنابراین در عمل حماس هم یک اسرائیل رو به رسمیت شناخته. چیزی که اتفاق نیفتاده و برای شروع صلح لازمه اینه که دولت اسرائیل و مردم اسرائیل وجود فلسطینی ها رو اونجا به رسمیت بشناسن. این به رسمیت شناختن هم اینطوری نیستش که مثل دنیای پس از معاهده اسلو که سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل امضا کرد که قرار بود دولت فلسطینی اونجا تشکیل بشه، قرار بود به راه حل دو کشور ختم بشه. یه همچین چیزی پایان مسئله فلسطین نیست. جوری که ما دیدیم تو این همه سالها پس از اون معاهده اسرائیل به هیچ کدوم از بندهای اون معاهده پایدار نبود. شروع کرد به خانه‌سازی در اراضی که قاعدتاً باید تحت کنترل دولت فلسطینی قرار می گرفت، تو اراضی که قرار نبود هیچ وقت اراضی اسرائیلی بشه. اومد در خاک یک کشور دیگه اصطلاحاً شهرک های ایجاد کرد، ستلمنت های ایجاد کرد که اون ستلمنت ها آتش
خشم مردم فلسطین رو روشن نگه داشت تا همین امروز. همین شهرک نشینانی که شاید شما تصور کنید خب حالا یه آدم‌هایی هستن تحت فشار دولت اسرائیل یا تحت هر عنوانی با هر شرایطی، یه سری انسان‌های بیگناهی هستن که آوردن اونجا زندگی میکنن به هر دلیلی، حالا جزئی از مردمن دیگه. اما توجه داشته باشید که توی این 30-40 سال گذشته قسمت اعظمی از همین شهرک نشینان اسرائیلی در خاک فلسطین شروع به قتل عام‌هایی از مردم فلسطین کردن. و حالا من نمیخوام اینا رو لیست کنم، ولی همین امروز هم که داره این اتفاق میفته مثالهای بسیار زیادی وجود داره. خودشون سرخود بدون که مثلا به پلیس اسرائیل یا ارتش اسرائیل خبری بدن شروع کردن یک سری از مردم رو کشتن. و اصلا یه سری قتل عام‌ها در تاریخ فلسطین اتفاق افتاده، در تاریخ این مناقشه اتفاق افتاده که توسط خود شهرک نشینان انجام شده. مثالش هم همون تو سال 1994 فوریه 94 یک کسی به نام باروخ گلدشتاین، یه اسرائیلی آمریکایی راستگرا بود، اومد توی یه مسجدی، مسجد ابراهیم، و 20 نفر از فلسطینیان رو همونجا کشت. و این یکی از همون ستلرها یا شهرک نشینانی بود که اسرائیلی ها میخوان اینها رو مظلوم نشون بدن که اونجا دارن زندگیشون رو میکنن و حماس اینا رو داره مثلا میکشه و به کشتن میده. برگردیم به این موضوعی که همه میگن حمله و تجاوز و نمیدونم از این کلمات برای کاری که حماس کرده استفاده میکنن. ببینید ما، حالا من و حداقل میتونم بگم چپ پیشرو دنیا، کشتن رو محکوم میکنه. کشتن هر انسانی، هر انسان بیگناه و گناهکاری. اصلا خیلی وقتا این حرف زده میشه که حماس اومده یک سری انسان بیگناه رو کشته یا اسرائیل اومده یک سری انسان بیگناه رو کشته. اصلا کشتن انسان، چه انسان گناهکار باشه چه انسان بیگناهی باشه، اینا همش مذمومه. ما همه اینها رو محکوم میکنیم. اون نفس عملی که اونجا اتفاق افتاده، نفس جنگی که اینجا شعله‌هاش دوباره بالا گرفته محکومه. اما هیچ کس نمیتونه حماس رو به خاطر مبارزه برای پس گرفتن حق و حقوقی که از مردم غزه دریغ شده سرزنش کنه. هیچ کس نمیتونه اوکراین رو سرزنش کنه برای این که داره از حقوق خودش دفاع میکنه. همون جوری که حتی اگر فجایعی رخ داده باشه تو جنگ ویتنام توسط ویت گونگ ها در مقابل ارتش آمریکا، هیچ کس نمیتونه اونا رو محکوم کنه که اینا حق دفاع از خودشون نداشتن، حق مبارزه در مقابل اشغالگر رو نداشتن. شما حتی الان فرض کنید که ما جنگ ایران و عراق رو طوری تموم کرده بودیم که قسمتی از خاک ایران توسط عراق اشغال شده بود، یا مثلا الان آبادان توسط حکومت عراق داشت اداره میشد. خب شما میتونید مردمی که اونجا مبارزه میکنن با حکومت عراق رو بهشون بگید خشونت نکنید، بیاین دست از خشونت بردارید؟ واقعا هیچ عقل سلیمی همچین چیزی رو نمیپذیره. مردمی که الان به هر شکلی در مقابل جنایات اسرائیل دارن مبارزه میکنن، انسان‌هایی هستن که به معنی کامل کلمه این حق براشون وجود داره که از هر ابزاری استفاده کنن تا بتونن سرزمینشون، حقشون، آزادیشون، آب و غذا و زندگیشون رو پس بگیرن. این حمله‌ای که الان حماس کرده هم حمله نیست، این ضد حمله است. ارتش اسرائیل طی چند سال گذشته‌ای که آتش جنگ اینقدر بالا نگرفته بود، صدها نفر از مردم غزه رو کشته، صدها نفر از مردم فلسطین در نوار غزه یا در کرانه باختری رود اردن رو کشته. توی همین 2 روز گذشته که از حمله اسرائیل میگذره، 15 تا کشتار بزرگ بر علیه زنان و مردان و نمیدونم شهروندانی که غیر نظامیان غزه قلمداد میشن اتفاق افتاده. بیشتر از 500-600 نفر در داخل غزه بعد از این قضیه کشته شدن. پس محکوم کردن حرکت حماس به عنوان یک حمله و تجاوز به خاک اسرائیل یک کار بسیار احمقانه ایه. این کلمه رو اصلا نمیشه برای اون به کار برد.
حالا هر چقدر هم ما حماس رو سازمان مثلا تروریستی بدونیم، حالا خیلی ها در دنیا، حالا دولت های غربی اینا حماس و حزب الله لبنان رو سازمان تروریستی میدونن. خیلی از این جنبش های آزادی بخش تمام دنیا در طی قرون مختلف هم سالهای سال جنبش تروریستی بودن. جنبش ماندلا هم جنبش تروریستی حساب میشد تا قبل از اینکه پیروز بشه. اینا برای این نیستش که من بخوام کاری که حماس داره میکنه و کاری که شاید مثلا حزب الله لبنان تو جنوب لبنان داره میکنه رو من بشورم. حماس جریانی بوده که به واسطه دخالت و حمایت خود اسرائیل به وجود اومده. اسرائیل زمانی که طی مذاکرات و مبارزاتی که با جنبش آزادی بخش فلسطین داشت، این تعامل هایی که با جنبش آزادی بخش فلسطین داشت، برای اینکه اجازه نده یک جنبش عقلانی و یک جنبش بسیار منطقی که بتونه حمایت جهانی رو پشت خودش بیاره توی فلسطین به قدرت برسه، حماس رو راه انداخت و حمایت کرد. همونطوری که در کل خاورمیانه کشورهای غربی، امریکا و اسلافشون با حمایت از بنیادگرایان میخواستن یک یه حاله‌ای دورور شوروی ایجاد کنن که این کشورها هیچ وقت به سمت چپ یا به سمت سوسیالیسم و کمونیسم چرخش نکنن. همین کار رو توی افغانستان کردن که بنیادگرایی اسلامی اصلا اونجا زاده شد. همین کار رو توی ایران کردن که با مذاکره با انقلابیون ایرانی زمان 57 که داشت انقلاب پیروز میشد اجازه دادن این عمل اتفاق بیفته، فقط اگر خمینی و انقلابیون اون موقع تضمین میدادن که اجازه نمیدن چپ ها اونجا به قدرت برسن، که اونها هم کامل این قول خودشون رو ادا کردن، به وعده خودشون ادا کردن. دقیقاً حماس هم اینطوری به وجود اومد که جنبش‌های چپ و جنبش‌های لیبرال و عقلانی فلسطین هیچ وقت به قدرت نرسن. حماس یک جنبشی بود که قبل از اینکه دست به اسلحه ببره، عین همین جمعیت امام علی تو ایران که اونها هم متاسفانه توسط جمهوری اسلامی قلع و قم شدن، این همونها هدفش همین بود، پروژش همین بود که به مردم و نیازمندان یاری برسونه. این که حماس به جایی رسید که شد تنها انتخاب مردم غزه، نتیجه خشونت‌ها، نتیجه کشتارها و نتیجه جنایت‌های خود اسرائیل. همونطوری که بنیادگراهای اسلامی که تو افغانستان توسط امریکا ساخته شدن، در نهایت شدن خار چشمشون و بزرگترین دشمنشون شدن و حمله 11 سپتامبر به واسطه همونها شکل گرفت. حماس هم همین جوری به وجود اومده، الان شده استخوانی در گلوی اسرائیل. ما هر وقت خیلی منطقی صحبت میکنیم همش شاید توی دنیا به آنتیسمیتیسم محکوم بشیم، به یهود ستیزی محکوم بشیم، اما واقعا باید حرف حق رو زد. ما هیچ وقت از حماس به عنوان یک نماینده قانونی و مشروع و محق مردم فلسطین حمایت نمی کنیم. حماس یک جنبشیه و یک گروهیه که به واسطه شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه توی نوار غزه همه چیز مردم غزه رو تحت کنترل داره، از تونل هایی که استفاده میکنه تا مواد غذایی رو بیاره و ببره، و از بودن اونجا و از این انحصاری که در اقتصاد غزه داره استفاده میکنه. مثل سپاه پاسدارانی که توی ایران با انحصاری که بر اقتصاد ایران زده داره هم خودش رو ثروتمندتر میکنه و هم دونه درشت ها رو ثروتمندتر میکنه و حامی و پشتیبان حکومتیه که توی ایران قرار گرفته. ما همون جوری که خواهان به وجود اومدن یک دولت دموکراتیک و مستقل و مردمی توی ایران هستیم، خواهان به وجود اومدن یک دولت دموکراتیک و مستقل و مردمی توی سرزمین‌های فلسطینی هم هستیم. اما هیچ وقت نمیتونیم حرکتی که حماس کرده رو به عنوان تروریسم، به عنوان جنایت جنگی، به عنوان تجاوز به خاک اسرائیل محکوم بکنیم. در جنگ یا مناقشه و مسئله فلسطین هیچ حق اخلاقی برای اسرائیل وجود نداره. هیچ حق اخلاقی برای اسرائیل وجود نداره. یانیس فاروفاکیس هم همین 1-2 روز پیش همین حرف زد. اگر خودش به عنوان یک چپ فمینیست حامی حقوق LGBT، حامی آزادی نوع بشر بسیار مثلا پروگرسیو، اگر اون روز توی اون فستیوال موسیقی در جنوب اسرائیل بود، شاید خودش هم توسط
بنیادگرایان حماس توسط اون جنگجوها کشته میشد. من هم شاید اگر اونجا بودم کشته میشدم. اما این دلیل نمیشه که ما بتونیم مقاومتی که حماس داره اونجا انجام میده رو محکوم کنیم. ما جنگ رو محکوم میکنیم، ما کشته شدن هر انسان بیگناه و هر انسان گناهکاری رو هم محکوم میکنیم و من به جد معتقدم راه حل مسئله فلسطین چیزی جز دموکراسی واقعی و یک دموکراسی به تمام معنا نیست. دموکراسی نه به این معنی که ما دو کشور متفاوت داشته باشیم که اون دو کشور با هم دیگه توی مرزهای خودشون بتونن انتخاباتی برگزار کنن و دولت دموکراتیکی وجود داشته و خوش و خرم و مثل قصه ها و افسانه ها. چرا که این مسئله فلسطین و این اشغال سرزمین های فلسطینی تا ابدالدهر ادامه خواهد داشت. اسرائیل با هر چقدر هم سعی کنه از فلسطینیان بکشه، این ایده اشغالگری هیچ وقت از بین نمیره. این تو ذهن تاریخی مردم اونجا و مردم دنیا، مردم آزادی خواه دنیا وجود داره و حتی اگر هم ما به زور یک دموکراسی قابل قبولی که همین امروز در دنیا وجود داره که البته اون هم حالا تخته شده ولی اون یک مسئله دیگه است، یه همچین دموکراسی توی اسرائیل و فلسطین، سرزمین‌های فلسطینی به عنوان دو کشور داشته باشیم، اما این تنش تا ابدالدهر اونجا باقی خواهد بود. راه حل اون دموکراسی در قالب یک کشوره که همه مردمانی که اونجا زندگی میکنن بتونن در سرنوشت خود مردم اونجا دخیل باشن. دموکراسی که حقوق اقلیت‌ها رو در اونجا تضمین کنه. چرا؟ چون که الان یکی از دلایلی که پروپاگاندای اسرائیل بهش اشاره میکنه اینه که خب ما اقلیتیم و اگر اعراب اینجا به قدرت برسن همه ما رو به دریا میریزن. این چیزیه که نخست وزیرهای دولت اسرائیل تا سالیان سال هم بهش اشاره میکردن. اما دموکراسی که بتونه حقوق اقلیت‌ها رو تضمین کنه، حتی اگر هم یک زمانی هر کدوم از این طرف‌های مناقشه اینجا در اقلیت هم باشن، میتونن مطمئن باشن که دچار دیکتاتوری اکثریت نخواهند شد و اون روزه که حکومت اون کشور که میخواین اسمشو بذارید فلسطین اسرائیل، اسرائیل فلسطین، یا بذارید سرزمین موعود یا هر چیزی، اون کشور با مشارکت مردمی که اونجا هستن تشکیل میشه و دولتش دموکراتیک اداره میشه. دموکراسی که با دموکراسی تو محیط کار تضمین میشه، اجازه انباشت ثروت تو اونجا رو نمیده و این میتونه در نهایت یه دموکراسی پایداری رو تو منطقه به وجود بیاره. میدونم این چیزی که الان میگم برای خیلی ها قابل تصور نیست، برای همین هم واقعا هیچ کس تصور نمیکنه این مناقشه اسرائیل و فلسطین یک روزی به خاتمه بیانجامه. اگر دنبال صلح پایداریم در این منطقه و اگر میخوایم کشتن انسان‌ها اونجا تموم بشه، باید بریم به سمتی که این دموکراسی رو بتونیم اونجا تضمین کنیم. قدم اولش هم شاید دقیقاً به رسمیت شناختن مردم فلسطینه، کاری که دولت اسرائیل باید انجام بده. همونطوری که دولت آفریقای جنوبی سالیان سال تحت تحریم‌های مختلف مجبور شد این شانس رو به ستمدیدگان آفریقای جنوبی بده که در انتخابات شرکت کنن، اینجا هم باید با تحت فشار گذاشتن دولت اسرائیل بهشون قبولوند که حقوق مردم فلسطین رو که امروز شاید نامردمن، همونجوری که نوام چامسکی میگفت، این حقوق نامردم رو به رسمیت بشناسه و وجود فلسطین رو اونجا به رسمیت بشناسه. اون زمانی که ما میتونیم به قدم بعدی برای راه حل بعدی و یه راه حل پایدار فکر کنیم. یه حرف دیگه هم که میخواستم بزنم این جویه که تو ایران به وجود اومده. واقعا خجالت آوره اگر ما انسانی هستیم که خودمون رو تحت ظلم و اشغال حکومت جمهوری اسلامی میبینیم و داریم برای اون مبارزه میکنیم، آرمانمون و شعارمون زن زندگی آزادیه، و بعد میایم، متاسفم اینو میگم ولی بودن انسانهایی که افتادن در دام تبلیغات و پروپاگاندای اسرائیل. واقعا این شرم‌آوره. اگر شما برای آزادی دارید مبارزه میکنید، باید برای آزادی همه آزادی خواه‌ها مبارزه کنید. اصلا آزادی، دموکراسی، مبارزه طبقاتی هیچ وقت محدود به مرزهای یک جغرافیای خاص نمیشه. وطن شما باید جایی باشه، هر جایی باشه که یک انسانی داره برای آزادی مبارزه میکنه.
برای دیدن مسئله اسرائیل باید بتونید بین واقعیتی که اونجا به وقوع پیوسته و حمایتی که جمهوری اسلامی از مبارزه در اون منطقه کرده، یک حکومت نامشروع از یک عمل مشروع حمایت کرده، باید بتونیم بین این دوتا تمایز قائل بشیم. همون جوری که به اوکراینی ها حق میدیم برای دفاع از کشورشون و دفاع در مقابل اشغال روسیه، باید این رو جدا کنیم از حمایت اسرائیل از اوکراین در مقابل جنگ روسیه. این رو باید جدا کنیم از حمایت یک دولت حالا جنایتکار، واقعا کلمه‌ای که میشه در مقابل دولت امریکا استفاده کرد با توجه به جنایاتی که توی این همه سالهای گذشته، این دهه‌های گذشته در سراسر دنیا انجام دادن. ما باید بتونیم از دفاع مشروع مردم اوکراین در مقابل روسیه دفاع کنیم، حتی اگر یک دولت جنایتکاری که مثل امریکا داره ازشون حمایت میکنه، بهشون پول میده و بزرگترین حامی دولت اوکراینه توی این جنگ. کار سختی به نظرم نیست که این دوتا مسئله رو جدا از هم ببینیم. ما در مسئله اسرائیل طرفدار مردمیم، طرف مردم وای میستیم، طرف صلح وای میستیم و تمامی راستگرایان و فاشیست هایی که توی منطقه دارن نقشی بازی میکنن رو محکوم میکنیم و به جد معتقدیم تا زمانی که موجودیت فلسطین به عنوان کشور یا ملت انکار میشه، هیچ راه حل پایداری برای این منطقه قابل تصور نیست. ممنون که این قسمت رو گوش دادید. من سالها بود که راجع به این مناقشه حرفی نزده بودم، ولی با وضعیتی که امروز پیش اومده لازم دونستم یه سری مسائل رو از دیدگاه خودم و از دیدگاه کسانی که حداقل به سوسیالیسم مدرن و پیشرو معتقدن مطرح کنم. خیلی از حرفایی که زدم فقط حرف خودم نیست، حرف کسانی که هم فکر منن یا فعالین و دانشمندانی که در این زمینه، در زمینه سوسیالیسم مدرن صحبت میکنن و حرف میزنن و امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشید. اگر فکر میکنید باید مسئله فلسطین رو بیشتر باز کنم، برام بنویسید، کامنت بذارید و امیدوارم که حداقل این قسمت یک کمی تونسته باشه واقعیتی که اونجا داره اتفاق میفته رو برای شما از دیدگاه خودم و همفکرانم توضیح داده باشه. تو این آخر یه آماری رو اصلاح کنم. اون واسط گفتم 500 نفر توی غزه کشته شدن که همین الان نگاه کردم نزدیک به 2300-400 نفر تو غزه کشته شدن، تا 10,000 نفر زخمی شدن و 1 میلیون نفر مجبور به مهاجرت اجباری شدن. اسرائیل هم بر اساس آماری میگه بین 1000 تا 1400 نفر در اسرائیل مردن و بیشتر از 3 تا 4000 نفر هم زخمی شدن و 200 نفر هم تو اسرائیل، حولش بین 150 تا 200 نفر هم از اسرائیل اسیر شدن یا ربوده شدن. این قسمت 28م دموکراسی در کار پلاس، اسمش هم هست مسئله فلسطین، توی 23 مهر 1402 که میشه 15 اکتبر 2023 منتشر میشه. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني موطني
موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد. مجدنا التليد. مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف. غاية تشرف وراية ترفرف. يا هناك في علاك طاهرا عيدا